حاضریم امام حسین رو کمک کنیم یا نه؟ تازه اگر حاضر باشیم امام حسین رو کمک بکنیم زیاد هنر نکنیم. کار امام زمان ارواح الله الفدا با این راه نمیفته. نمیتونی بگی یبن الحسن آقا بیا اگه یه شب عاشورایی برقرار کنیم من جز اونایی هستم که تو خیمت میمونم. آقا میفرماد متاسفم من عاشورا نخواهم داشت. قبول دارم حرف تو، منو اگه محاصره بکنن تو بوده قتلگاه تو کمکم میکنی، ولی با اون کار جهان را نمیفته. من یه چیز دیگه میخوام. آقا بنده به عنوان یه شاهد و ناظر بیرونی معتقدم تمام این عزاداران، نه 90%، نه 50% اینا کربلا بودن برای امام حسین تیکه تیکه می شدن. نصف عزادارا حاضر باشن برای امام حسین جان بدن میشه چند میلیون نفر؟ 50 میلیون نفر، 20 میلیون نفر، 1 میلیون نفر. خیلی رقم بیشتر از 1 میلیونه. پس چرا امام زمان نمیاد؟ ایشون که دنبال 313 نفر بودن. امام زمان مأموریتش مثل امام حسین تو کربلا نیست. میدونی موقع شهادت آدم خود به خود خیلی درست میشه. آقا امام زمان میخواد حکومت کنه. تو مثل شهدای کربلا که شب عاشورا پاک باخته بودن، تو حکومت حضرت باید اونقدر پاک باشی. آقا حکومت نمیشه ما همه پاک بودین. این همه حزب اللهی خراب شدن چجوری شد؟ انقلابی بودن خراب شدن. حکومت نون توشه، نام توشه، مگه سادگیه؟ تو مثل شهدای کربلا که شب عاشورا پاک باخته بودن، تو حکومت حضرت باید اونقدر پاک باشی. تربیت حسینی آغاز راه، نهایت تربیت شما نیست. چون شرایط حسینی ما نخواهیم داشت. شرایط حسینی بخوایم داشته باشیم، آقا شما بردی، امت شما برده. شهید حججی رو ببین و شهدای دیگه. ما کم نداریم تو این زمینه. پس چرا امام زمان نمیاد؟ امام زمان یارانی که میخواد، نه اینکه سطح مقامشون از شهدای کربلا بالاتر باشه، کارکردشون فرق میکنه. ما جنگ باشه، جان بنا باشه بدیم برای غریب مظلوم، حتما این کارو میکنیم. میفرماید ببخشید من نمیخوام غریب مظلوم باشم، من میخوام حاکم بشم، من میخوام مقتدر باشم. بعد تو باید از چی بگذری؟ از دنیای خودت با اینکه زندگی بگذری. از دنیا گذشتن در حال شهادت واقعا کار آسونیه. جان میدی خلاص. تو جبهه مقاومت کردن واقعا آسون بود. خیلی ها که تو جبهه نمره 20 گرفته بودن بعد از جبهه خراب شدن. شب عاشورا رو بخوای فکر کنی، ازش درس بگیری برای امام خودت، امام امروز خودت، کار یه کمی پیچیده میشه، کار یه کمی سخت میشه. شهدای کربلا در موقعیت خودشون افراد بی‌نظیری بودن، ولی اونجور با اونجور موقعیت کار حضرت را نمیفته. حضرت خیلی آدمای ویژه‌ای میخواد. تو مثل شهدای کربلا که شب عاشورا پاک باخته بودن، تو حکومت حضرت باید اونقدر پاک باشی.